خب قالبمون رو برمی‌داریم، رنگ پودری صدفی صورتی رو میریزیم. بعد از اون میایم رزین بیرنگمون رو میریزیم که رنگا رو به عقب هل بده. بعدش که لیوان رو پاک کردیم ریختیم، خب رنگ خمیری سفید رو میریزیم و بعد از اونم برای وسط کار میایم ورق طلا میزنیم. این بافت میشه بافت مرجانی که من الان انجام دادم. این بیس یه بیسه که زیرش هم پایه گذاشتم و دورش هم رنگ پودر فلزی طلایی و با وارنیش با تینر پایه آب قاطی کردم و برای دورش زدم طلایی دورش و خورده سنگای شیشه‌ای هم که توی مغازه ها میفروشن، اونایی که وسایل رزین دارن، برای دورش با رزین و هاردنر قاطی کردم و ریختم و گذاشتم خوش و وسط پایه فلزی هم زیرش زدم که به عنوان جای اتکلون و عطر یا ساعت و حلقه اینا میشه استفاده کرد.